برو از بچه ها سلام، چطورین؟ امروز اومدیم در پارکی از اراد، مرکز اراد. ترافیک به شدت زیاد، سر صدا به شدت زیاد. امروز اومدم توی این پارکی نشستم که فقط آقایون رو میبینی، بانوانا نمیبینی، مخصوص آقایون. اول یه پول ورودی میدی، بعد با داخلش میشی میبینی خلوت، هیچ کس نیست جز خودت. نه گرمه نه سرده، آفتاب میخوره به صورتم، به شدت اذیت کننده است. نمیدونم چه چالشایی رو برم، چه کارایی بکنم. با خودم چند نیستم. امروز خودم رو گم کردم، نمیدونم چه راهی رو برم، کدوم مسیر انتخاب کنم. بیشتری تو یوتیوب خوشحالیاشون میذارن، کارهایی که در روز میکنن میذارن، ولی من همیشه از دردام گفتم. خود اسم یوتیوب بذارم دردهای علیرضا. کس به دردات گوش نمیکنه، فقط میان خنده‌هات رو میبینن. تو خوشیات همه کنارتن، ولی تو دردای هیچ کس کنارت نیست. اینا درد نیستن، فقط بغضیه که توی دلته که مونده گوجه بری خالی کنی. که من میام تو یوتیوب خالیش میکنم، میام به شما میگم. شما منو نمیشناسید، منم شما رو نمیشناسم، ولی خب این منم که میام از دردام به شما میگم که شاید کوری از دردام کم بشه. درد که نیست، بغضم که نیست، میگذره، همش میگذره، درست میشه. بریم پارکر رو نشون بدم، بازه کمی طالبانی بشه. پارک به شدت زیبای مرکز شهر اراد. جای بسیار زیبایی است، بسیار بسیار زیبا. میترسی که از یه سری از گوشه‌های کنارا فیلم بگیری و بیان خر تو بگیرن، بگن که فلانی چرا داری فیلم میگیری، این چه کاری که داری میکنی. جای خوبیه برای افکار منفی و خالی کردن افکارت. این پارک رو پیشنهاد میکنم. جای خوبی است ولی سرصدا زیاد داره برای تفریح بچه‌ها، جای نشستن. جای خوبی است، لذت بخش است. چو زیباست که میگذرد. روم نمیشه حقیقتا برم بر اون بر، چون جمعیت نشسته و اکثریت بهت گیر میدن که فیلم نگیریم. ما ترسی از چیزی نداریم، ولی خب خوشمونم نمیاد که بیان حرفای الکی بزنن. جو سنگینی. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین و میریم تا یه پارت ویدیوی دیگر. در پناه باشین.